کارمندان پلیس شهر کالینینگراد روسیه یک شهروند 33 ساله تاجیکستان را برای با تنابی و شنور و قاشق سوزان بیرحمانه عذاب و عقوبت دادن پسر 12 سالش بازداشت کردند. کودک به این عذاب و عقوبت تاب نآورده خود را از قبط دوم بنا به زمین هوا داده است. این کودک نیموریان و گریان را راه گذران در کوچه دیده به پلیس خبر دادند. این کودک حالا در بیمارستان است. درباره این حادثه روز 24 ینور سال 2023 خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت کالینینگراد خبر داد. بنا به گزارش پلیس نویه مسکو شهر کالینینگراد نسبت به یک شهروند 33 ساله تاجیکستان که در روسیه بود و باش قانونی دارد، بر اساس دو بند کودکس جنایتی روسیه ماده 156 اجرا نکردن عهده‌داری‌های پدر در تربیت فرزند و قسم دوم ماده 115 قصداً رسانیدن آسیب سبک به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. در اطلاعیه پلیس گفته می شود معاین کرده شد که گمان بر شونده به کودک آزار جنسی رسانیده است. او به طرف کودک پولت تلویزیون را پرتافته به پشتش با تنابی و شنور حدود 20 ضربه زده است. همچنین قاشق خوراکخوری را در پلیت گرم کرده برای دستانش مانده است. این کودک سال تولدش 2010 به خاطر نجات خود از ادامه مجازات خود را از قبط دوم بنا به زمین پرتافته است. حالا او در بیمارستان است. پدر کودک از جانب کارمندان پلیس دستگیر کرده شده است و حالا در تحقیقگاه قرار دارد. تفصیلات دیگر قضیه آورده نشده است. معلوم نیست که این پدر تاجیک برای چی گناه پسرش را چنین بیرحمانه جزا داده است. به این قضیه ریاست تفتیشات ولایت کالینینگراد نیز توجه نشان داده از دادستانی ولایت خواسته است تا تفتیش این پرونده را به آنها سپارند. به این شهروند تاجیکستان تا 2 سال زندان تهدید میکند.